سه تا دوست پشت سر هم نزد جنخانه میرن. دو فرد اینا در جنخانه رو میزنه. کوپی جن میاد و هدیه عجیب و غریبی که براش آورده اند رو توی اتاق میبره. بعد پرک زدنی هم یه چیزی بهتر از اون براشون برمیگردونه میده و خوشحالشون میسازه. Oh no. فرد سوم که یک شخص ندار بود لباس دمپایی هاشو در میاره، با یه حالت درمانده میره و در میزنه. سپس کفش های اون لباس عالی تحویل میگیره. با خوشحالی عجیب تو راه یک شخصی رو میبینه که پولهاشو شمار داره. تند میره بهش میگه یه نوع ارز اومده بریم و سرمایه گذاری کن. یکم فکر میکنه باهاش میاد و در میزنه. کوپی جن میاد و پولهاشو بهش میده تا یه چیزی بهتر بگیره. اما فرد داخل اتاق از پیدا کردن این همه پول خوشحال میشه و دست به فرار میزنه.